مولانا را خدا رحمت کند. این حضرت میگه اگر شما خواهید که از نزد خداوند عطا یابید، شما برکت یابید، اجر یابید، یا همچنان گردی فتا، یعنی همچون مرد باقی مانی، این عزیز خدا میگه باید در این باغ داخل شوی، تو باید در این صحبت اشتراک کنی. دیگر سوالی که کردن گفتن با اذان تلفن نمازهامون خوانیم جایز است؟ نه، با اذان تلفن نماز جایز نیست. شما برای نمازهاتون برادرای عزیز و خواهرای برای برادرای عزیز، البته برای زنها اذان و اقامه نیست، ولی برای مردها حتما اذان گوییم، با اذان تلفن نمیشه. گفتم بابای حاجی زن به طرف مرد گوید که نفسم رو به تو بخشیدم، مرد گوید که قبول کردم، آیا نکاح می شود؟